رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این بین یدی الساعه، نزدیک به قیامت، لایاما، حتمی روزایی است که نازل میشه در جهل زیاد میشه و یرفع فیها العلم، علم از بین میره و اکثر الحرج، قتل زیاد میشه. یعنی علم که از بین رفت، جهل حاکم شد، قتل آمد، بیامنی آمد، کشتار آمد، همه خیانت ها، همه مصیبت ها در اون جمعه. انس رضی الله عنه می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که جمله علامات قیامت این است که یقل العلم، علم کم میشه، و یظهر الجهل، و جهل زیاد میشه. و سبب قلت علم، چرا علم کم میشه؟ او را پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که موت حملتی، عالما از بین میرن، عالمای حق میمرن یا دور میشون یا برشان مصیبت میفته، مشکلات میاد سرشان و یا بندی میشون، یعنی مختلف مشکلات سرشان میاد. علما که جامعه دور شد، اینجاست که باز جهل حاکم میشه. جهل که حاکم شد، کشتار و بی‌حیایی و ظلم و تجاوز، نامش دیگه جنایتی که است در جامعه میشه. زیرا علم که رفت، قرآن دور شد، دیگه همه خیانت ها میشود. عبدالله ابن عمر میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که ان الله لا یقبض العلم، الله علم قبض نمیکنه، علم بالا نمیکنه، علم از بین نمیبره. کدام علم؟ علم قرآن، علم اسلام، علم حدیث. انتزاع ینتزع من الناس، این تو دور کردنی که از مردم میره دور کنه. ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم چطور از بین میره؟ جهل حاکم میشه، علم قبض میکنه به گرفتن علما را میگیره. حتی اذا لم یترک عالما، تا اینکه باقی نمیماند عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم رئیسای خودان، کلانای خودان جاهلا را تعیین میکنن. کسی که از اسلام هیچ خبر نداره، حتی دشمن اسلام است، او را تعیین میکنه رئیس. وقتی که او را تعیین کرد، کلان مفتی خود او را تعیین میکنه جاهل. فسألو، با سوال میکنن از جاهل که اسلام چی میگه، چی کار کنیم، با ما هدایت بده صاحب فلانی خان صاحب، با ما هدایت بده چی کار کنیم. بازو هم فتوا میتن، ففتوا بغیر علم، فتوا میتن بدون علم، جواب میتن بدون علم، بدون ازی که روشنی قرآن حدیث باشه. و نتیجه چی میشه؟ خودشان گمراه و اضل، مردم هم گمراه میکنن. یعنی ای تو فتوای میتن، خودش گمراه و یا گمراه که فتوا بده، یا کسی که جاهل از فتوا از چی است، مردم هم گمراه میکنن. یعنی اگر ایران امام بخاری در شماره حدیث نقل کرده است، یا کسی بگوید که یک عالم برحق گم شوه شوه، و خود تباه کرده، مثل که اهل مکه علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم اقدام کرده. بعد از بسیار شکنجه و آزارها، پیامبر صلی الله علیه وسلم چی کار کرد؟ مکه را ترک کرد، رفت به مدینه. اهل مکه در تاریکی و جهل ماندن، بالاخره عذاب با بالایشان آمد و اکثر چیزش در جنگ بدر کلانایشان مردار شد. چیزشان بعدن. انسان در وقت فتنه ها زمانی میتونه نجات پیدا کنه که به علمای حق رجوع کنه. علمای حق تا وقتی که باشد، امت به ضلالت نمیره، به گمراهی نمیره. خصوصا در یک منطقه بودن عالم حق بزرگترین یک نعمت است. ما در بسیار کشورها و در هر جای و در بعضی منطقه ها میرم، بسته یک ولسوالی است یا یک قریه است یا یک منطقه است، عالم حق یافت نمیشه، نمی باشه. کلگی پشت نمو کسایی که علم ندارن به نام عالم یا عالم ناحق هستند، تابعداری از اونا را میکنن. و این تو مصیبت است. اونجا یک حال است، عالم حق که در یک منطقه نبود، عقیده تا نمیفهمی، عمل تا نمیفهمی، حلال نمیشناسی، حرام نمیشناسی، طریقه عبادت و اطاعت نمیشناسی، طریقه زندگی اسلامی را نمیشناسی که چی است. به می خاطر اگر علمای حق نباشد، مردم غرق میشن، هلاک میشن.